سلام بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. آقا امروز برال تاکه و 48 ثانیه دیگه شروع میشه. بریم اول پیش پردهش رو ببینیم. کلا درباره مصر باستانه فکر کنم. یکم دیگه هم شروع میشه. بچه لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. کانالمون در حال رشده و خوشحال میشم که این ویدیو لایک کنین و کانال سابسکرایب کنین. و اینکه آره دیگه اینم پیش پردهش که همونطور که میبینین درباره مصر باستان و ایناست، گرام و آره دیگه اینم از این. بعد برالتاک شروع بشه. 17 16 و حدود 10 ثانیه دیگه برالتاک شروع میشه. 9 5 4 3 2 1. الان دیگه باید شروع بشه. نه راست میگی؟ عجب. پیش بردهش ولی به نظرم جذاب بود. ما که منتظریم تا برالتاک شروع بشه. خب گپشو ببندیم. دوباره 50 ثانیه دیگه. در بود چی هست؟ یه حشره داریم میبینیم اینجا پشتش منگنه وصله. چی هست؟ 255,000 هم الان 1000 نفر هم دارن برالتاک رو نگاه میکنن همزمان با ما. همه چیش درباره مصر باستانه. به نظر من که این سیزن میتونه سیزن جالبی باشه. سیزن قبلا بعضا سیزن خوبی بود و این سیزن بعضا میتونه خیلی سیزن جالبی باشه. 287,000 نفر تعداد رفت بالاتر. نه 32,000 طرف. راست میگی؟ عجب. خب 5 4 3 2 1. خب ببینیم چیه. برالر جدید. رنکت هم که این سیزن تغییر میکنه. هایپر شارژر جدید و بقیه. What can we do to celebrate the new brawler? You know, the one who can control time? How about we go back in time? Oh man, no this again. این سنپا فوق‌العاده هم واقعا. من بچه شدن. Hey, it's your fault for giving a بامزه time to a شدن. child. And welcome to Brawl Talk. برالتاک خوش اومدین. Brawler for the next برالر update is called جدید. Finks. You know, like the Finks Finks اسمش. genius name. Finks is the owner of the Star یه Park دونه escape room. Oh, and he can also تیرش casually ستایی control time. میزنه. He likes to keep the به نظر هایش ما داریم برگم فانتان. به نظر برالر خوبی میاد. Come on, Marcel, Oh. change us back. جدید Yeah, I خفنی هم want to do داره. cool adult stuff like getting a mortgage and pay taxes. Okay, I want to know more about things anyways. خب برگشتم حالت قبلی. ولی مثلا برالر خوبی به نظر میاد. ایم خوبی هم میخواد ولی برالر خوبیه. مکانیزمش هم اینه که 3 تا تیر میزنه و اون تیر وسطی خب بیشترین دمیج رو میده You دیگه. guys forgot me. برالر بدی نیست. طراحیش هم متوسطه ولی کلن میگم قابلیت های خوبی داره. شبیه گرهیه این قسمتش. ستار پاورش هم ستار پاورش هم بد نیست. اینی که ستار پاورش هم خوبه. خب اوه برالر بعدی این طراحیش از اون خوره بهتره. آره اوه مکانیزم شبیه همون کارل خودمونه و طراحیش باحاله. طراح باحالی داره و مکانیزم شبیه کارل. حالا بستگی داره یه سلیقه‌ایه. سوپر خیلی خفنی داره. انمیا رو گیر میندازه و راحت میتونه بزنتشون. اوه گجتش هم معمولیه. فریز میکنه مثل قبلا برالر اینجوری داشتیم که فریزشون میکنه اونجا ثابت میمونه سوال میخورن و نمیدونم حرکت کنن به خوبی و باعث میشه بتونه راحت‌تر بهشون تیر بزنه. خوبه برالر این دوتا برالر خوب بودن.
actually have 12 hyperchargers هایپرشارژ coming with this مستر update. They will پی be و releasing هنک 2 و patches. چستر. Flamespin, Carl's Carl super هم now leaves a هایپرشارژ blazing trail of گرفته. rocks that scorch the earth wherever he goes, burning enemies that touch خوبه them. هایپرشارژ کارل هم بد نیست. من هایپرشارژ خفنی دارم مندی و هنگ. من از مال مندی خیلی خوشم آمد هایپرشارژش. آره. بو هم حالا گرفته هایپرشارژ چقدر خفن. هایپرشارژ خیلی خفنه. این بالا خیلی من دوست دارم. با اون بازی نکن. اوکی. زیاد حالا اونقدر هم چیز خاصی نیست هایپرشارژش. مگا هایپرشارژ گرفت برای Super Porters assemble. Mr. P's home base now Mr. spawns P much هم stronger porters, and he هایپرشارژش. can have 2 active Super Porters at the same time. Plot armor. Buster shield is now اوه 360 باستیم چه هایپرشارژ خفنی، چه افکت خفنی داشت. چقدر خفن بود از مال باسته. اوه اینم خفن، مال چستر هم خیلی خفنه. یه دابل سوپر خفن میزنه، خیلی خفنه. لولا هم هایپرشارژ، گرام هم هایپرشارژ گرفته. فوق‌العاده است، مال گرام هم فوق‌العاده است. 2 تا سوپر میزنه تو جهت‌های مختلف و اگه انمی اصلا سوپر اولتون بهش نخوره، سوپر دومتون بهتون 90% میخوره. It has better rewards, it's more competitive, and every month there'll be a new game mode for you to complain about. اوه گیم مودای جدید اومدن، مثلا گیم مود هاکی. So you can test the brawlers before unlocking them. For the upcoming season, we'll have Ems, Jean, and Leon. Ranked is getting a Brawl Pass-like progression system خب called the الان Pro رنگ Pass. برال پس خودشو To داره. progress in the Pro Pass, you must collect Pro Pass XP, or PPXP for short. پرو پس You get PPXP What? by winning ranked matches, ranking What? up, and watching esports broadcasts. Or by activating the Pro Pass, which grants bonus پرو daily پس PPXP. شده. What do I get from the Pro Pass? For the free track, What you get the- rank drops, star drops, gems, and a guaranteed new rare skin that can be upgraded اسکین to خفن. legendary. A اسکینش رو hypercharge دوست دارم. drop and خفن. legendary star drops as the tail rewards. As for the paid track, Pro it has skin. 600 gems, 5,000 coins, cosmetics, and more افکتاش upgrades فرق for داره، what آره. we're calling the Pro Skin. Pro skin is our 100 first تا تایر upgradable داره skin, بچه‌ها. and it is only available through 100 the تا Pro Pass. تایر. یکی بهم زنگ زد. The first Pro Skin, Astral Cult, has the following upgrades: a pin, profile picture and spray, special attack effects, 480 که زن special هم takedown من دیدم. effects, an animated brawler card, special spawn and respawn Oh. effects, ultra astral That's cults, fine, and finally 2 different chromas of ultra astral Oh. cults. And yes, you'll be Style able to خفنی choose which هم داره upgrade اسکینش. level of skin you want to play with. So if you want to run around with the level 1 skin, even if you unlock ولی بنظرم اسکین everything, خیلی Each خفنیه ranked season برای lasts کلت. for 1 month, but the Pro Pass lasts for 4 months because it is tied to major esports یک events. ماه. There's a lot more to the new rank, and you can read it in the in-game news. The first Pro Pass ranked ولی season اینکه will گیم مود start when هاکی the الان update تو رنگ drops on هست خیلی February جذابش 25th. میکنه. So mark your calendar. گیم مود هاکی واقعا فوق العاده A است. brawl a day keeps the bad randoms away. open Brawl Stars every day and you'll get free اوه stuff جوایز daily. They are روزانه mostly small اومدن. freebies, but sometimes they are really cool stuff. Also, if you keep your login streak, this number gets higher and catches fire. If you miss a day, you can start روزانه again or مختلف. use gems to continue the streak. 29 But تا it جم هم doesn't میتونیم affect این your گردوز rewards anyway. دهمش It's only شروع if you کنیم. really care about this big number. So, log in every day. پس باید هر روز بیاین این جوایز رو بگیریم. Stop trying to make Mummy Monday a thing. Same time next week. March Brawl Pass season was meant to be a return to the sense of time, but something went wrong. Well, looks like we're having a Dark Sense season instead. The Brawl Pass skin is اسکینای جدید، Mummified Frank, اسکین who knew the فرانک، undead with fire اسکین on their head خفنیه، could be خیلی so خفنه. adorable. The Brawl Pass Plus اینو skins are هایپرشارژ Charcoal بزنید Frank باز and خیلی a خفنه. Pirate بارا Some اسکین of our newer استایلش brawlers are چقدر getting skins خفنه with این this season, اسکینش. like Queen Juju, who will Eskin harness the Juju. power of the sands to destroy you. And Mystic Meat, who knows all the rules to Senate. نه میپله، Well, he این kickflips his خودش own میپله. sarcophagus. Scarab's Creek reminds me of اسکیناش هم that scene همه from در the movie رابطه when با هم that thing مثلن runs و up that اسکین dude's leg باحالی and هم into از حرف his head. نگذریم. That was so cool. And we have Ruffices the Second, who I mainly like because he Skin looks like my dog, Ruffs. so therefore he is the best skin ever made. Now all of the star drops will be mine in the Super Brawl season. Stay with های اسپاداریم بود. Danny, with great power اتفاقی comes داره great میفته. lawsuit if I finish this line. Uncle Drew! مرد.
This season is special because it's all about the Supercell main skin. We have Crime Buster BB, designed by the Brawl Stars team, ready to dish out justice to friend and foe alike. Her 2 Brawl Pass Plus skins, Justice Smasher and Virtue Finder BB, will definitely make you stick to her own brand of justice. خوبه We have کلا 4 heroes, starting with Spectacular Sam. سم اسم اول قهرمانی شبیه دکتر استرنج Leader of شده the Super Brawlers. بکنم دستش Following اینا هم Janet بوده by Warpwave is ready to swoop in on criminals اسم to save the day. جنت اسم خاص این اسم خوبی داشت البته سیزن قبل یه بازی سیزن قبل 2 سیزن قبل براش اسم اومده و این اسم خوب داشت باستر هم اسم خوبی براش اومده کلا برادرهایی که زیاد محل نشده بودن سیزن خیلی بهشون اهمیت دادن مثل کار باستر مستر پی به این اهمیت زیادی داده شده جوجو هم مثل سینا نداشتن یه جنت هم جنت داشت البته ولی کمتر درام اسکین خفنی واسه شون اومده از هر زمین اسمش خفنه اسکین چاک چاک اسم 299 جیمی داره این چند جیمیه نمیدونم به اسم میخورد یه 199 جیمی باشه چستر اسکین باحالی گرفته گیم مود هم داشت اون که گیم مود نمیدونم چی بگم خیلی جالب نیست یه جام میبردیم که توپ رو برمی داشتیم مینداختیم توی سرد داشتن اینجا دقیقا همونه فقط افکتاش عوض شده دو تا اسم دیگه اسم مندی اسم باحالیه یا اول Fans of Clash will love this new Supercell Store exclusive skin, Pekash. 29 gems king. اسکینای 29 جمی من نگاه نکردم ببینم چند جمی اسکین ایو Any other changes? Trio Showdown is now permanently in the game. Gadgets now have no charges and instead have cooldowns, so use them. You can now favorite brawlers so they will appear on the یه top. چیزی بودم که من اضافه شده اینه که شما میتونین برالایی که دوست دارین رو انتخاب کنید و یه قلبی بغلشون میاد وقت بزنید فیوریت براول و راحت انتخابشون کنید که بعضا خیلی نیاز بود بهش Esports. Keep an eye out for the Brawl Stars YouTube. Pre-order from the link in the description. چی کار میکنن اینا یا ابوالفضل دیگه چی بود بله بوده اصلا ولی به نظر همین برالتاک خوبی بود یعنی اسکینای مصر اسکینای خفنی بود و کلا این سیزن اسکینای زیاد و خفنی اومده و اون برالایی که قبلا کمتر محل می شدن الان خیلی خفن شدن هایپر شارژ خفن گرفتن اسکینای خفن گرفتن و واقعا به نظرم خیلی این برالتاک خوب بود خب ممنونم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین و ممنون میشم چنلمو سابسکرایب کنین تا با جزو خانواده KWP فامیلی بشین تا ویدیو بعدی خداحافظ